دوستان عزیز، شروع می‌کنیم درسمون رو با آشنایی با الفبای زبان اسلوونیایی. الفبا بسیار مهمه. میگید که من این حروف رو میدونم، خیلی خوب، ولی لازمه شما یک جای اسمتون رو هجی کنید. در امتحان از شما خواهند خواست اسمتون رو هجی کنید تا تطبیق بدن با مدارکتون. پس لازمه که حروف رو به شکل درست تلفظ کنید. خیلی خوب، بریم. آ کت، اتوبوس، اتوبوس. کت میشه مثل. اگه من گفتم کت یعنی مثل. ب بانانا، بانانا. سنتر، سنتر. دقت کنید که این صدا صدای ц هست. چ چوکولادا، چوکولادا. پس صدای چی هست؟ چ. در فارسی داریم، در انگلیسی بشه که یک حرف وجود نداره، در فارسی داریم، پس راحته. د دیرکتور، دیرکتور، دیرکتور. ا اویرو، اویرو. صدای ای هست. خیلی خوب. ف فوتوگرافیا، فوتوگرافیا. گ گلف، گلف. پس این به شکل گ تلفظ میشه. گ هم که در فارسی داریم. گ هلیکوپتر، هلیکوپتر. ه در اسلوونی یک کمی مثل شبیه اون ه عربیه، ولی شما هم ه هم بگید قابل قبوله. ای انژینیر، انژینیر. یه یوگورت، یوگورت. خیلی خوب. احتمالاً اگر شما تازه اومده باشید به این کشور، خیلی از واژه ها رو شروع کردید اینجا. وقتی که جی به اصطلاح هم به شکل انگلیسیش دیدید، همه رو با جی خوندید. یه تو زبان اسلوونیایی جی نخونید. یه. خیلی خوب. پس اینجا هم چی خواهد بود؟ یوگورت، یوگورت. کیلو، کیلو. لیمونا، لیمونا. موزی، موزی. نوامبر، نوامبر. اوپرا، اوپرا. پارک، پارک. رستوراتسیا، رستوراتسیا. اینجا هم با تلفظ ر تلفظ کن. دقت کنید که شبیه فارسیه. اینجا گفتم رستوراتسیا، درسته؟ رستوراتسیا. یه تلفظ شد. ساندویچ، ساندویچ. شتودنت، شتودنت. خب پس تلفن، تلفن. اونیورزا، اونیورزا. توجه کنید که یو تلفظ میشه، او تلفظ میشه. اونیورزا. وینو، وینو. دقیقا مثل تلفظ و در فارسی ها. و میگیم ولی ها. وینو. زبرا، زبرا. ژیرافا، ژیرافا. ژ هم که توی فارسی هم داریم و اینجا هم هست. خیلی خوب. پس این از حروف الفبا. یک بار من خواهش میکنم حروف الفبا رو بعد از من تکرار کنید که مرورش کنیم و آ ب ц چ د ا ف گ ه ای ی ک ل م ن او پ ر س ش ت او و ز ژ. حالا خواهش میکنم اسمتون رو روی کاغذ بنویسید و حروفش رو یکی یکی تلفظ کنید. من میگم اسمتون رو هجی کنید، شما هجی کنید. مثلا کسی اسمش ساراست میگه س آ ر آ. خیلی خوب. خسته نباشید تا جلسه بعد. خداحافظ.